درود بر همه عزیزان خدا. من امروز هم اومدم که یه آیه‌ای رو براتون یادآوری کنم که در کلام خداوند چقدر تاکید میشه راجع به انتخاب همنشین خوب میتونه چقدر تاثیر مثبت تو زندگی ما داشته باشه و همنشین بد چقدر میتونه اخلاق و رفتار ما رو به فساد بکشونه و این موضوع خیلی خیلی مهم هستش. در امثال سلیمان خداوند ما میگه آهن رو میتراشه و واقعا یک دوست خوب میتونه خیلی خیلی تو زندگی ما تاثیر مثبت داشته باشه، ما رو راهنمایی کنه یه جاهایی که لازمه حتی به ما گوشزد کنه. دوست خوب همیشه سعی نداره که ما رو بخندونه، بلکه یه جایی حتی آینه رو جلو رومون میگیره، ممکنه خیلی بهمون بر بخوره و ناراحت بشیم، ولی واقعا اون قصدش اینه که ما رو اصلاح کنه، کمکمون کنه. در کلام مقدس خداوند هم در این باره صحبت‌هایی شده و میگه که عدالت با بی‌عدالتی هیچ سقفیتی نداره، راهش یکی نیست. منظورش چیه؟ ما نباید یوغ بی ایمانان رو به دوش بکشیم، چون قطعا افکار هر انسانی مختص به خودشه و میتونه که تاثیرگذار باشه برای دوستانش، برای کسانی که در ارتباط هستن باهاش. و ما که ایماندار مسیحی هستیم باید تمام سعیمون این باشه که در همنشینی که با دیگران انجام میدیم مسیح رو نشون بدیم، اثرگذار باشیم که مسیح رو به دیگران نشون بدیم، نه اینکه از اونها بارهای منفیشون رو بگیریم. و پس ما باید خیلی دقت کنیم در انتخاب همنشین. الان در یک سفری هستم که داخل قطار نشستم، این آیه تو ذهنم اومد، گفتم که یعنی این مضمون در واقع تو ذهنم اومد، گفتم با شما شیرش کنم و بگم که چقدر حائز اهمیتی هم و چقدر باید مراقب باشیم در انتخاب ها و در رفت و آمد هامون. پس بیایید اول از همه در نظر بگیریم که با خدای حقیقی رفت و آمد کنیم، ارتباطمون با خدای حقیقی باشه، خدایی که خودشو در کلام اینجوری معرفی میکنه: هستم آن که هستم. اون کسی نیست جز عیسی مسیح. آمین.